السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سورة الشرح. این سوره شرح چخیلی که معلوم است که الم نشرح لك صدرک. در همین سوره انشالله صحبت میکنیم و در این چندین حادثه هایی را که ذکر میکنند که پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم را الله پاک مانندی که چخیلی خمان میگیم دیلتی میکند و میگوید که یکم غمگین مشو. در اینجا کمی انشالله در موضوع اطرافی همون کلمه ها صحبت میشه تنها و به خاطر فهم کلمه ها بعضی کلمه هاش شرح میتیم باذن الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك. تا همین جا که هست الله پاک در سه آیت اول پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم را مانند پرسیدن وارد کرده است. یعنی که الم نشرح لك صدرک، آیا ما سینه تو را، نشرح گفته کشاد کردیم، هوی کردیم، آیا هوی نکردیم برای تو؟ صدر گفته سینه تو را، کنده سینه تو را، یعنی ما سینه تو را بگیم هوی کردیم، یعنی که دل تو را از غم از درد هوی کردیم و رها کردیم. و دیگری که هست معنای دیگرش هم گفته می شود که الله پاک بسیار پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم را دلگشاد کرده بود، یعنی که دل پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بسیار هوی بودن و یعنی که و نورانی کرده بود به هدایت و ایمان و نور قرآن و نور نبوت. قطعی الله پاک دل نبی صلی الله علیه و سلم بسیار گشاد کرده بودن. و وضعنا عنك وزرك، و گذاشتیم از تو وزرک. وزر یعنی که گذاشتیم از تو، برداشتیم از تو، به این معنی است. وزرک یعنی وزوینی های تو را، باری وزوینی که بر پشتی بود، بر پشت شما که بود، اون ما چی کردیم؟ از شما سبو گرداندیم. و وضعنا گفته یعنی که گرفتیم گذاشتیم یک جای دیگر ده، یا اینکه از اون از بالای شما نابود ساختیم. که گفته از تو. وزرک یعنی که همون باری وزوینی که میان انسان را میشکند، مانند غم و درد و که سختی ها یا که گناه های کبیره باشد که انسان را میانش میشکنه، همه این چیزا رو ما از تو گرفتیم، یک طرفه کردیم همه اینها را، یعنی که پاک هستی. الذي انقض ظهرك، همونی که انقضا گفته اگر کلمه انقضا را ترجمه کنیم به معنی شکستن میشد، اما اینجا مفسرین میفرمایند که همونی که انقضا وزوینی میکرد ظهرک پشت تو را. در اینجا میفرمایند چه خیلی بعضی تفسیرها در همین باره بیان کرده هستند که همون چیزی که میشکست یا که وزوینی میکرد پشت تو را گفته مرادش این است که همون الله پاک از تو برداشت. یعنی که حالت‌هایی بود که پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم در چند جاهای بود که لغزش شده بود. چه خیلی که منافق‌ها را در جهادی که عذر پرسیدن پس ماندنشون نبی صلی الله علیه و سلم عذرشون داد، گفت هیچ باکی نداره، گفت شما نه اگر هیچ باکی ندارد. یا اینکه فدیه گرفته بود از اسیرهای بدر، یا اینکه طرفی چی حضرت ام مکتوم بگیم که روشون دیگر خیل کرده بودن که وقتی که اون پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم دعوت میکردن، همین ها را، همین وزوینی ها پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بسیار غمگین کرده بود. همون وزوینی میکرد پشت پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم را از غمی همون که من همین خطاگی ها این که لغزش هایی کشیده بود. الله پاک میگه نمیگه اینها از تو برداشتش دیگه هستن، اینها یکم خلاف امر الله نکرده سی تو، اصلا اونجا امر نشیده بود، شما اجتهاد کردید، اون ما از تو برداشتیم. الذی همونی که همون اجتهادهایی که و همون لغزش‌هایی که پیش از امر الهی بود که وزوینی میکرد، انقضا گفته وزوینی میکرد ظهرک پشت تو را، ما اون برداشتگی هستیم. در آیاتی دویم گفتیم وضعنا عنک وزرک، الذی همون وزری که همون وزوینی هایی که انقضا وزوینی میکرد ظهرک پشت تو را. آیا ما همین ها رو نکردیم؟ بله کردیم، میگه الله پاک. یعنی که پرسیدن به معنای که تقریر کردن. یک نفر یک کس خوبی میکنه میگه همین خوبی رو در حق تو نکرده بودم، همین چیز نکرده بودم، گفته یعنی که کرده هستم اون چیز رو. در دوامش الله پاک آیت 4 میفرماید که ورفعنا لك ذکرک، ورفعنا برداشتیم لك برای تو ذکرک ذکر تو را. مرادش چی است؟ یعنی که در جای بعضی صحابه میفرماید
حضرت قتاده از جمله و حضرت مجاهد و دیگر مفسرین میفرمایند که برداشت الله پاک ذکر پیامبر خلاصان در دنیا و آخرت چه خیل و نیست یکم خطیبه که خطبه بخونه در روز جمعه نام الله را میگیرد و پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله را میگیرد و یکم انسان نیست است که کلمه شهادت بگد و نام محمد صلی الله علیه و آله نگیرد که پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله را و یکم این نماز نیست که در اونجا نماز خوانده شد در اونجا نام گرامی صلی الله علیه و آله گرفته نشود با همراهی نام الله نام پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله حتما گرفته می شود. و دیگر که هست در حدیث هم آمدگی هست که الله پاک گفتگی است که هر جایی که من ذکر شدم تو ذکر کرده میشی، یعنی که پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله بسیار آبروش الله پاک بلند کرد و ذکر پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله بلند کرد که هر جایی که الله ذکر کرده میشه حتما اوجا پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله ذکر کرده میشد. همین خودش یک مرتبه بلند است. و در دوامش الله پاک با بگیم پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله به سوی آرامی و به سوی خوشخبری کرده است که فإن مع العسر یسرا، پس بیشک با همراهی عسر گفته سختی یسر هست، یعنی که سبوکی هست و انشالله خوشی هست. این در حالی که پیامبر خدا الله بسیار اذیت مشرکا بسیار بودن بالای اونها، بسیار بالای صحابه کرام بسیار بودن، الله پاک گفت که شما ضیق نشین، غمگین نشوید، هر آینه با همراهی وزبینی سبکی است. با دویم بار با تاکید کرده است این مع العسر یسر، بیشک با همراهی وزبینی یسر سبکی هست و چی است رحمت هست. فاذا فرغت فانصب، فرغت کلمه تاجیکی استفاده میخورد که فاذا فرغت فانصب، پس هر وقت که فارغ شدی، یعنی که وقتی بیکاری که افتی فانصب. فانصب در ترجمهش بگیری به معنی که رنج ببر یا اینکه مشقت بکش. مرادش چی است؟ یعنی که حرکت کن برای کار آخرت. مثلا انسان باید دائم مشغول باشد، از ذکر کنده نباشد، از تلاوت قرآن کنده نباشد، در کارم باشه میتونه ذکر کنه، در کی جایی که نباشد ذکر کرده، از ذکر باید کنده نشود، کوشش کند از کار دنیاش که کنده شد با در حال نماز بخواند و قرآن بخواند و به تعلیم مشغول باشه. باید انسان باید تو دائم در مشغولیت آخرتش باشه. باید برای خاطر میگه که فاذا فرغت، پس هر وقت که فارغ شدی بیکار که مونی فانصب گفته، پس با حرکت کنو و رنج ببر، یعنی که کوشش کن برای آخرتت. و الی ربک فرغب، و بسوی پروردگارت چکن رغبت کن. مراد که بسوی پروردگار رغبت کن، پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله رغبت داشتن، محبت داشتن و بسیار بگیم که در فکر بودن مثلا روزگی الله را حاصل کردند. بالا این دکرده الله پاک میگه که بسوی پروردگار چکن رغبت کنو و محبت کنو، یعنی که در فکر آخرت باش و در فکر دنیا نباش. و در اینجا دیگر صحبت هایی که مفسرین گفتگی هستند همین انشالله در ترجمه تحت لفظ کفایت بوده که انشالله هر جایی که نفهم باشد با انشالله که پرسیده میتونید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.